اینجا باغ اندیشه است، جایی که سوالها فقط قرار نیست جواب پیدا کنن، بعضیاشون قراره تبدیل به عمل بشن. باغ اندیشه فقط درباره سوالها نیست. اینجا داریم کم کم یه اتفاق واقعی رو هم آزمایش میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ سوال امروز، یه چیزو یادتون بندازم. ما داریم یه چیز بزرگتر از یه کانال میسازیم. یه پروژه داریم که فعلا بیشتر شبیه یه سوال بزرگه تا یه جواب آماده. اسمش ثروت جمعیه. شاید عجیب باشه، ولی بعضی اتفاقای بزرگ از جایی شروع میشن که هنوز خیلی کوچیک به نظر میرسن. به به، امشب از همون شباس رفته از سرم حواس. آره داداجی، چطوری؟ من کیم؟ کدومم؟ اینم اونم؟ یه چیزی بین اینم، هیچ کدوم نیستم. داستان چیه؟ امشب میخوام در مورد تنهایی حرف بزنیم. منو تنها نذار، رو قلبم پا نذار. اینه که یعنی به چه زبانی باید صحبت کنم الان؟ خودم گم کردم. فعلا 10 دقیقه نشده، الان چند 3-4 دقیقه است. 10 دقیقه بشه اوکی میشم اما که تنها بشینم با خودم ببینم داستان چیه. تنهایی موضوعیه که با شنیدنش بعضیا میگن چی؟ من تنهایی اصلا جان تو. بعد میری تو خونهشون، تلویزیونش روشن، موسیقیش روشن، گوشی دستش همیشه، یه پادکست همیشه پس زمینه زندگیش هست. همزمان هم داره چت هم میکنه احتمالاً. بعدم میگه من عاشق آرامشم. داداشی آرامش نمیخوای تو که؟ داداشی تو آرامش نمیخوای، آرامش نداری، تو داری برای سکوتت عملیات نظامی انجام میدی که انگار 3 دقیقه اگه صدایی نباشه ها، یه موجود ناشناخته یهویی میاد از ذهنش مغزش میزنه بیرون، یهو میگه بالاخره ما هم تنها شدیم. ای خدای من. اما واقعا بچه‌ها چرا بعضی آدم ها از تنهایی میگرخن؟ تنهایی ترسناکه خودش، به خودی خود. چیزی که ممکنه توی تنهایی ببینیم وقتی که شلوغی هست، چون که وقتی شلوغی هست ذهن فرصت زیاد نداره براش. یا میدونم کار داری، خرید داری، پیام داری، بچه داری، مهمون داری، موسیقی داری، تلویزیون داری، اوف، یکی از باید جواب بدی، یه کاری از باید انجام بدی، یه چیزی از باید بهش برسی، ولی یهویی اینا یه خاموش میشه، تو میمونی و حوزت. خب اونجا چی؟ ترسناکه؟ چیه اون که ترسناکه تو این موقعیت؟ حتما دیدید آدم که گرسنش نیست اصلا، بعد میره در یخچال وا میکنه، میبینه هیچی دلش نمیخواد، دوباره میبنده، دوباره 2 دقیقه دیگه. دقیقا دنبال چی داداجی؟ غذا؟ یا میخوای مثلا چی میخوای؟ یه اتفاقی اونجا رقم بخوره برای شما؟ ته حرکتت این میتونه باشه برای اتفاق رقم زدن؟ آره، شماتتت کنم، سرزنشت کنم. سکوت، یهو میبینی سکوت زیاد شد، چرا جواب نمیده تلویزیون و گوشی و اینا؟ چرا داره جواب نمیده؟ خود چیکار کنم؟ میام یخچال وا میکنم. نمیشه دیگه برادر، نمیشه. یخچال بهت نگاه میکنه، آخه میگه داداش من چه کاری از دستم آخه برای تو برمیاد، فدای تو بشم. میمونه، شرمنده نکن اونم دیگه. یه لحظه هم با خود یه دقیقه بشینی بگی خب من چی کار میتونم بکنم، مثلا چی دوست دارم، جایی پا میشی انجام میدی.
در خصوص همین موضوع خب من برای شما تحقیق میکنم 100% مثل همیشه هر زمان. آره از نظر روانشناختی بچه ها آدم تمایل داره ذهنش رو درگیر کنه، خودش را انگار مرض داره، محرک ها رو دوست داره نگه داره. او تو دیوانه ای بچه جان، عقلت کمه. آخه وقتی محرک کم میشه این افکار یهو میزنه بالا. خب افکارم که اصلا شنی یهو به چشم میاد. خب خاطره ها، نگرانی ها، یه عالم سوال. ای بابا کی حال داره؟ تصمیمایی که فقط همون تو مرحله فکر مونده، هیچ عقب انداختیم. احساسایی که اصلا نه میخواستیم، یعنی اصلا میترسیدیم بریم بفهمیمش، چه برسه او رسیدگی کنیم بهش. یه چیزایی هم خیلی وقت اصلا میدونیم و ترجیح میدیم بهش نگاه نکنیم، انقدر که ما تنبالیم. مثلا ظرف من بعضا پیش میاد من ماهی 3 بار ظرف میشورم. هر 10 روز یه بار. یعنی نمیدونم، اینم باگه دیگه، همینه که از فعلا اینه. ما هم داریم رشد میکنیم، همه با هم داریم رشد میکنیم. مثلا میدونم باید برم ظرف بشورم ولی یهو میگم بذار اول یه چی ببینم، این ویدیو رو ببینم رفتم و یکی دیگه، بعد یه آهنگ میاد خیلی خفنه و میرم آشپزخونه میبینم هنوز اونجاست ظرفا. اوف خیلی هم موجودات صبوری یعنی ظرفا، نمیدونم یعنی هر چقدر ازشون فرار میکنی اصلا نمیرن. جذب میشن. مهاجرت کنید برید دیگه. مسائل ذهنی هم همینجوری هم مثل ظرفا. ممکنه این حواسمون رو حالا خودمون پرت کنیم اما لعنتی سر جاش میمونه، انگار که هی. ولی تنهایی همیشه یه چیز نیست بچه‌ها. ظرفا همیشه یه چیز هست اما تنهایی همیشه یه چیز نیست. یه نکته خیلی مهم اینجا خیلی مهمه، حواس بده باجی جان. بعضی وقتا تو رو اینجوری پرتت میکنه، تردت میکنه، فرق میکنه تا اینکه خودت محکم در رو ببندی بگی من آجا میخوام تنها باشم، اصلا میخوام اینجوری احساس آرامش میکنم من. ها یکی ممکنه مثلا توی جمع باشه همه هم خیلی ردیف باحالا، خب حالا جای برادری ولی چی به شدت آدم احساس تنهایی میکنه. چرا؟ همه توجه ها هست، نگاه ها هست، اصلا اوف یا حسین. ولی بعضی وقتها نمیشود که نمیشه. تعداد آدمای اطراف ما میزان تنهایی ما رو مشخص نمیکنه داداشی. انگار حواست شلوغ‌ترین اتاق دنیا هم انگار بعضی وقتا تنها ترین جای دنیاست. هیچ کس واقعا اونجوری که میخوای تو رو نمیبینه، یا تو اصلا نمیدونم داستان چیه بچه ها، این نمیدونم چیه، تو نمیذاری ببینه اونجوری که میخوای نمیبینه، تو میخوای که نبینه. داستان چیه؟ مرض داری؟ نمیدونم. میری مهمونی، مثلا میری مهمونی 20 نفر هستن، همه دارن حرف میزنن، یکی در مورد قیمت حرف میزنه، یکی در مورد بچه‌ش حرف میزنه، یکی در مورد شوهرش، زنش، یکی در مورد رژیم، یکی هم ساعت 8 شب درباره اینکه من اصلا اهل غیبت نیستم. تا از 4 بعد از ظهر تا 8 شب داشته صحبت میکرد. بعد میگه من اصلا اهل غیبت نیستم بچه‌ها. از این وسط خدای من ممکنه واقعا کسی ندونه تو ذهن تو چی میگذره اونجا. خب این انگار دردناکه، انگار آدم ها هستن
ارتباط واقعی نیست. سکوت ما رو میترسونه، اما چرا؟ میریم اونجا اما میریم میبینیم چرا داره خوب نیست اصلا. بعد میگیم بیا بریم ولش کن، تنها بمونیم، سکوت باشه. بعد سکوت هم میترسوندمون آخه. چرا؟ چون سکوت به ما چیزی اضافه نمیکنه، لعنتی همش میخواد کم کنه. چیزایی که قبلا بوده رو همش میخواد واضح کنه، هی میخواد نشون بده. با چی کار داری؟ میدونم دیگه، خودم میدونم دیگه. یعنی اگه ناراحت باشی اون زیر میره آخه، اون لایه زیرت هی میگه تو ناراحتی ها، تو ناراحتی ها، تو ناراحتی، بالا هم میگه بشنویم. اگه دل تنگ باشه، دل تنگ باشیم، هی میگه تو دل تنگ شده ها، تو دل تنگ شده، حواست نیست دل تنگ شده، من میدونم دیگه. یا اون که نمیخوای اون تصمیم رو بگیری، با بیا دیر شد استرس میدی چرا؟ یه آرزو هم که خدا نکنه این وسط داشته باشی. یعنی تنهاییمون یهو از یه اتاق خالی میشه یه اتاق پر از سوال. معلومه بیشکی نمیخواد، یه جوری دیگه خودتو نشون بده اگه راست میگی. کاش میشد بهش مثلا این حرف رو زد بفهمه اونا تنهایی. مغزمون ساعت 2 شب، مغز انسان یه زمانبندی خیلی فوق‌العاده حرفه‌ای داره بچه‌ها. یعنی کل روز رو ولش کن، خب میتونیم هندل کنیم 2:13 دقیقه شب هر دفعه که ساعت نگاه میکنیم. وای میگه یادت سال 96 اون حرفا زدی؟ کرم داره این مغز، چی کارم داری؟ با تو میگی نه، مغز میگه من یادمه. میگه خواهش میکنم، مغز میگه ببین اون تصمیمه راستی، بالاخره که چی از دستت بره چی؟ تو میگی بابا بیا بخوابیم، مغز میگه نه بابا بیا جلسه داریم، بابا کجا مثلا هم همینه، برای همین ترسناکه. یعنی مواجه شدن بله ترسناکه، یعنی این کار ممکنه چون ممکنه بفهمیم واقعا ما از چیزی ناراحتیم، واقعا یه چیزی ما میخوایم، واقعا ما از یه چیزی میترسیم، یا واقعا یه چیزی رو دوست داریم، واقعا داریم وقتمون رو داریم انگار تلف میکنیم. این آخری خیلی خطرناک بود بچه‌ها، وقتمون رو میفهمیم که واقعا داریم تلف میکنیم. مثلا ممکنه آدم چند ساعت تنها بشینه، دفترشو باز کنه، برنامه بچینه، فردا، ماه بعد، سال بعد، 10 سال بعد، با خودش بگه وقت دارم و بعدا انجام میدم، سال شرایط بهتر شه، وقتش که رسید. قدر این توی برنامه چیدنش آرامش داره ها. بعد یه سرش اینجوری بلند میکنه، میبینه ای دل غافل، این همه برنامه داشتیم ولی انگار زمانم برنامه خودشو داشته. یه دفعه این چیزی که فکر میکردی بعدنه خیلی نزدیکتر از چیزیه که فکر میکرد. متاسفم. شاید بعضی وقتا تنهایی فقط جای فکر کردن نیست، جای فهمیدنه. آقا جان همه چیز نمیشه که فقط بهش فکر کرد، باید بفهمی دیگه. بعدن میرم، بعدن شروع میکنم، بعدن حرف میزنم، بعدن میرم میبینمش، بعدن تصمیم میگیرم، بعدن هم موجود عجیبیه هرگز هم ندیدیمش، مدیر زندگی ما شده، ولی مدیر بسیار قدرتمندی هم هست بچه ها. جلسه هم نمیاد، حقوق نمیگیره، همه چیز عقب میندازه، ما رو شستش داره میچرخونه. خلاصه که تنهایی اگه درست استفاده بشه انگار میتونه تبدیل بشه به یه آزمایشگاه خفن. یعنی اونجا میفهمی کی وقتی کسی تشویقت نمیکنه چی میخوای، وقتی کسی حتی نمیبیندت
چی کار میکنی وقتی حتی لازم نیست کوچکترین نقشی بازی کنی؟ چجوری حرف میزنی وقتی هیچکی قرار نیست نجاتت بده؟ چه تصمیمی میگیری وقتی مدیر خودت باشی؟ ما جلوی آدمای مختلفی نسخه‌های مختلفی هم داریم. جلوی مامان چشم، جلوی دوستمون داداجی بریم، جلوی رئیسمون حتما چشم حتما جلوی بچه‌مون الان میام عزیزم قربونت برم فلان بسار. جلوی خودمونم من دیگه از فردا خودمونم میدونیم چقدر این از فردای سابقش اصلا درخشان نیست. یه نکته بچه‌ها خیلی مهم در مورد فرار همیشه به معنی دویدن نیست. بعضی وقتا انقدر شیک و متمدنانه است، یعنی اصلا وقتی داری فرار میکنی فکر میکنی اوف چه حرکت متمدنی زدی. اوه کارت زیاد میشه، برنامه‌ت زیاد میشه، سرگرمیت زیاد میشه، رابطه هات زیاد میشه، نمیدونم خریدت زیاد میشه، خوابت زیاد میشه، فکر کردنت زیاد میشه، فکر میکنی خیلی خفن شدی. ولی این همه ممکنه فرار باشه بچه‌ها. متاسفم، واقعا متاسفم که اینو میگم. همه این شلوغی ممکنه اصلا به معنی عمق نباشه. میدونستید آیا؟ ذهنت میتونه اینجا اصلا عمیق اتفاقا نباشه. تو فکر کنی عمیقه، من فکر کنم عمیقه. ول کن بریزیم وسط دیگه. گفتم میریزیم وسط همه چیو دیگه. تعارف که نداریم، رفیقیم دیگه، فامیلیم دیگه. مثلا چی بگم دیگه، یادم نسخته. بعضی وقتا یه حرکت کوچیک واقعی از 100 تا برنامه قشنگ خیلی بهتره. جان خودم، به جان خودم. تنهایی میتونه آینت باشه، آینمون باشه. آینه هم که یه کار انجام میده فقط دیگه، نشون میده فقط، نه قضاوت میکنه، نه میگه این خوبه اون بده، این زشته این قشنگه، فقط میگه اینه، میخوای بردار ببر مال خودت. الان اینو داریم. کارهای دیگه هم حالا شنبه میاد سر بزن. ممکن چیزی که میبینی اصلا دوستش نداشته باشی، اما اول باید ببینی برادر، باید تغییرش بدی دیگه. تو چجور ندیده میخوای چیکار کنی؟ مثلا اتاقتون نامرتبه، چراغت خاموشه که نمیبینیش، که با چراغی که روشن میکنی تازه او میبینی چی؟ نور که میفته روش این تو رو شوکه میکنه. گند زدی تو اتاق برادر. اتاق باید نور رو روشن کنیم معلوم شه دیگه. من اینو میگم. آره تنهایی هم همینو دیگه، همین کارو میکنه. خلق نمیکنه که، فقط چراغه خاموش بوده الان داره روشنش میکنه. حالا این سوال پیش میاد، ما باید از تنهایی پس نترسیم؟ نه، قرار نیست عاشق تنهایی بشیم که فردا بریم تو جنگل با یک کتری زندگی کنیم. تنهایی قرار نیست جای رابطه‌مون رو بگیره، دوستی ها، ارتباط انسانی رو. انسان بله به آدم ها نیاز داره، محبت، تعلق، ارتباط، ولی یه فرقی داره. آدم میتونه با خودش تنها باشه، انتخابای سالمتری برای با دیگران بودن پیدا کنه. فدای تو بشم. چون که رابطه ما دیگه فقط راه فرار از خودمون نیست، اون رو هم نذارید، یعنی اونو هم تو داخل اون چند تا موضوعی که برای فرار انتخاب میکردیم نکنیدش، که اون رابطه از اون پای یکی دیگه در میونه. اون گناه داره بچه جان،
والا میری الان مثلا با زندگی یکی دیگه بازی میکنی که چی خودت از تنهایی در بیاری. این عیب نیست پسر جان، دختر جان. والا این همه کارما داره والا به خدا. حالا شما واقعا تنها میشید، واقعا مثلا میگید دلم برای آدم ها تنگ شده، یا فقط میخوام یه چیزی باشه که مجبور نباشم خودم رو بشنوم. این دوتا والا با هم فرق داره. این بعضی وقتا مثلا هیچ کاری هم نداشته باشیم به یکی پیام میدیم میگیم او چه خبر، طرف میگه هیچی، ما هم میگیم هیچی، ما هم حالا چیکار کنیم؟ ما هم برای هیچی دنبال شریکیم. او بابا خودتون رو مسخره کردید ها. ای خدای من، باید این سوال رو فکر کنم بپرسیم از خودمون. این یه سوال دیگه، این همه کار انجام میدیم مردم مسخره خودت میکنی، خودتون مسخره خودت میکنی، این سوال هم بپرس. بگو من وقتی هیچکی حواسش به من نیست واقعا چی برام مهمه؟ لعنتی با خودت بگو من لعنتی. چی برات مهمه لعنتی؟ البته اگه بعد 2 دقیقه طاقت نیاوردی نگران نباش، مغزت رسما درخواست نیروی کمکی داد، نگران نباش. شاید 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه. اینا رو نمیگم از آدما بی‌نیاز شی، میخوام از فرار کردن از خودت بی‌نیاز شی. من تو رو دوست دارم میگم. ها تنهایی همیشه دشمن که نیست برادر. یه اتاقی خیلی، چون خیلی فکر میکنی که کثیفه، حقم داری کثیفه دیگه، تو خودت یه چیزی میدونی. فقط یه عالمه وقت نرفتی چراغ روشن کنی. میرسی اونجا کسی چیزی که ما خوشمون نمیاد منتظره. اتفاق عجیبه اگه بریم وارد اون اتاق بشیم، یهو میبینیم اوه اون قدم بچه ترسناک نبود، یه حرکت بزنیم تمیزش کردیم. والا شاید اینکه چطوری از تنهایی فرار کنیم مثلا مهم نیست، مهم اینه که اگه فرار نکنم چی میشه. میتونه چالش جالبی باشه، امتحان کنیم. خدا سر شاهده. به هر حال بعضی وقتا چراغا رو خاموش کن ببین چی توی سکوت روشن میشه. آره اینم یه جمله‌ای میتونست باشه. حواست من برم دیگه، برم یه خورده تو تنهایی خودم به کارهای بدم فکر کنم ببینم دنیا دست کیه. فعلا من میرم، شما هم فکراتون رو بکنید، این سوالا از این سوالا از خودتون بپرسید. حالا دیگه از این کارا بکنید دیگه. نمیدونم من حرفمو زدم چی بگم به شما، حالا نمیخواد بفهمید نمیفهمید دیگه. بچه ببخشید، خدا شاهده من اصلا شما رو دوست دارم بخوام. من میرم دیگه، حرفی ندارم، خسته شدم. کار نداری، خداحافظ فرزندم. میگم خودت یه روز میفهمی من واسه تو کی هستم. خب اون موقع بیا خبرم کن. فقط دیر نشده باشه. دیر شده باشه دیگه چیه اون بعدی یه شعر اینجا یادم نیست وگه نمیخوندم. آره من رفتم عزیزانم، فعلا خدا نگهدار. شاید اینجا فقط یه ویدیو دیدی ولی یه پروژه بزرگتر در حال شکل گرفتنه. یادت باشه ثروت جمعی قرار نیست با یه نفر ساخته شه. اگه قرار باشه اتفاقی بیفته باید جمعی اتفاق بیفته. اینجا باغ اندیشه است، ما تازه شروع کردیم.
بزرگترین سرمایه هر جامعه شاید چیزی باشه که هنوز یاد نگرفتیم چطور کنار هم قرارش بدیم.